به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان بیننده. امیدوار هستم که حال دلتان خوب باشه و روزگار هم به کام دلتان بچرخه. عزیزان دل، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای چینل یوتیوب حصار میدیا شما را خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که تا آخری ویدیو ما را بیننده باشین. البته نگفته نباید گذاشت که قریه حصاری از امی منطقه‌ای که من استاد هستم از اینجا شروع میشه و شما تا آخری ویدیو ما را بیننده باشین. ما شما را میخوایم امروز سر پالایزای خربزه ببرم و همچنان خربزه فروشی یا بازار خربزه حصاری را براتان نشان بدم. شما هم مرا تعقیب کنید. از ما برای شما بگویم که صمیمیتی که در قریه است در هیچ جای دنیا نیست. بچه‌ها اندیوالا است، در شب میشینیم خوشخانه میگیم، جمع آوری میکنیم با چند تا شبا جمعتان جمع است. جمع است باجا میشینیم. شیرین ترین خربزه‌ای که داری فعلا به نظرت کدام است؟ همین خربزه‌ای که کلایگو میگن. ما یکم شب میمونم داریم اینجا. این پلاکو از ماست، این شام است. اینا چلا بگید ما قصر گرفتم. قصر. خب شاید راحتی که آدم بگه قصر گبم است. biz شوگا برنیچه وقت اندیوالا قلده کب ادلاگان خوش میزدیه بار میشه اول ترانس که اندیوالا هم که قاشقچی که قیسی بس aynı dincan etakıl bu dincan qoşaqlar yaxşı etak. Paysaga qo'g'in sotdingiz bu yerda? Rostdan tavoli sof biz ishi sotamiz elta bir bongli maxsusimiz bor. O'sha bonga tayinlaymiz. Vali ba'zi nafarlar ham qilib dinjan bor zankalon. Bizda ko'pi zamiston yemoqga. Shu tarbiza ko'rasiz bilan. Yaldo kechaga qaraysiz. Hech monta bola sapedlash. اینا چیست اینا که کم نه بچه اینا کم مساچه دیدم اینا یک کوچیک تمیز بولانی یشک دی میدار ما اندیوال شلق دی خانم اخلی بول میدن اندورچılıqqa xafalıq yo'q. بله بیننده های عزیز، و نخستین دکان می رسیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. خب طرف کمره ببینین. نامتان؟ نام شفیق الله. شفیق الله چی چیزا دارین در دکان؟ در اینجا خربزه داریم، تربوز داریم، پیاز داریم، کچالو، بانجان، بامیه، ترایی همه چیز دارین. برای ما نشان نمیتین چیزایی را که دارین؟ بانجان، اینش هم ترایی، اینش هم کچالو، این رومی تازه، پیازی تازه، همش همیست؟ همش ها خربوز دیگه. زیاد داشتیم پیشتر انتقال دادیم طرفی چوک. خب طرف بازار بله ها. خب خربزه رو از همینجا میخرین؟ از همینجا میخریم ها. خب روزانه چند سیر خربزه میخرین و چند سیر فروش دارین؟ 150 سیر 200 سیر میگیریم. 150 سیر و 200 سیر خرید و فروش دارین؟ بله ها. باز روزی چند میمونه برای شما؟ خوب است، بعضی روز میمونه 1000 یا 1500 میمونه، بعضی زیادتر میمونه. ماشاءالله می که بیکار نیستین، جای شکل بله است. ما هم بیکار نیستیم، همینجا خدا یک کم مصروف کردیم. و مثل دیگر جوانا خدا مسافر نمیکنین که ایران برین ترکیه و یا خارج؟ هر جا آدم کار کنه همونجا برادر ترکیه و خارج ایران است. خب از خربزه گفتین، شیرین ترین خربزه‌ای که داری فعلا به نظرت کدام است؟ همین خربزه‌ای که کلایگو میگن. کلایگو کدام خربزه است؟ خب این خربزه به نام کلایگو. هم پشمک میگن هم کلایگو. کلایگو در اینجا مشهور است. بله اینجا کلایگو همینجا مشهور هستن. بازار پشمک. قیمت از دیگه خربزه‌ای که داره فرق میکنه؟ نه همش یکسان میمونه. همش قیمت. بله همش. امروز چند فروختی خربزه را؟ امروز یک 4000 سودا کردیم. منظورم از سری چند فروختی؟ سری 130 و 40. چند روز پیش خربزه ارزان بود نه به نظرم؟ خب ارزان ترین و نرخی که خربزه را فروختی کدام وقت بوده؟ یک هفته پیش بود دیگه. چند فروختی؟ 100 و 110. 100 و 110. یعنی از 100 تو هنوز پایان نیامد؟ نه 100 ما پایان نیامدیم، خودمون پایان میگرفتیم و هم 100 سوداش میکردیم. سلامت باشی. پالیزی که در پشت سرت است از خودت است؟ نه از خودمون نیست، از یک دهقان دیگه است. سلامت باشی، در کارت برکت. و پیامی داری برای بیننده ها؟ پیام همیست که خداوند هر کی هر جا باشن جور و سلامت باشن، آرام باشن، یعنی حال درست داشته باشن.
دوستای عزیز، حصاری اگر خواسته باشین که داخل شوین باید از چند راه داخل شوین. یکی از راههایی که در اولویت قرار داره این طرف می باشه. اگر خواستین که در حصاری داخل شوین باید از این راه داخل شوین و اینجا لوحه حصاری هم از قریه حصاری فیض آباد و شما میتونین از طریق کل حصاری را چکر بزنین. دوستای عزیز، قبلا که براتون گفتم شما را سر پالزا میبرم، البته جایی که خربوزه کشت میکنن و خسکپه هم اینجا هست که شبا خواب میشن. خب نامتون؟ گلبدین. گلبدین. خب اکی گلبدین از همه حصاری هستین یا از اطراف حصاری؟ می حصاری هستیم. خب از همه حصاری هستین. چند سال هستین؟ انگام 43 ساله باشیم. 43 ساله، ماشاءالله. به نظرتون 43 ساله هستین؟ مگم خیلی جوان معلوم میشون نه؟ خب اکی گلبدین پالیز دارین یا که همت چکرکی ایجا آمدین، همت ششتین میمان آمدین، چه قسم؟ نه اینجا پلک داریم، اینجا خربزه داریم، اینجا برادر پلک و خربزه اینا را شما کردین؟ بله ها. خب اکی گلبدین شما برای ما بگوین که این جایی که بیسره موندین شبا اینجا خواب میشین یا که اونجایی که قالین راست کردین اونجا خواب میشین؟ اینجا بچه ها اندیوالا هست، اینجا شب میشینیم خوشخانه میگیم، اینجا جمع آوری میکنیم با یه چند شبا جمعتان جمع است؟ جمع است، با اینجا میشینیم چیز میکنیم، قصه میکنیم اینو باز میکنیم همینجا تا 10 12 بجه شب اینجا میشینیم. خب شبا اینجا که خواب باشی فضای آزاد، شمال، کیف دیگه داره؟ بسیار زیاد کیف داره. چند سیر خربزه فروختین هم امسال؟ والا ما خربزای ما یک باران کرد، واقعیت بگم که خیلی چی شد دیگه، نامزد پوسید دیگه، یک بسیار کمتر دیگه، با انداز نه که فروخته باشیم. مثل هر سال نبود؟ مثل هر سال نبود. خیلی خربزه ارزان بود. خب خربزه پیشتر هم ما رفتیم ارزان هم نه، 130 140 130 140 ارزان است؟ نه خیلی بچه ها فضل خدا برابر کردن، ما خود نمیفهمیدیم دیگه. خب اینجا دوستای عزیز یک نفر دیگه هم از جای جور میکنه، فکر میکنم اندیوالتون است. بله ها خیلی نایب اندیوال هستن دیگه. شاید هر دو تا همسایه باشین که در اینجا خوب میشین. ما یک نفر نه که 4 5 نفر هستیم. خب بشکتون از میگم یک چند دقیقه با اونور هم چطور است که صحبت داشته باشیم. سلام علیک. خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ بخیر؟ سلامت باشین. برای بیننده ها خودم معرفی کنین. نامتون؟ عین الدین. عین الدین اینجا را جور میکردی، فکر کنم کدام میهمان داری همه تراسش میکردی. خودت میشینی؟ یکم شب میهمان هم داریم اینجا. این پلکا از ماست، این شام است. اینا یه اندیوال ماست. زلمای. خب یه از اندیوالتون زلمای. ها. خب این کاکای زلمای هم بخیر اومده است از دور. این یه دیگه. خب نه وقت شد. ای بیمار هم نیست. شما ای میهمان گرفتن میتونید. امشب بشینید قصد. سلامت باشین تا شب وقت است 9:76 است. خب اکی زلمای کو بیاین. سلام علیک. خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ بخیر؟ سلامت بولین. خب بیا خن کلین. کلین خیلی والتر ایدی. خب بیننده های عزیز اینا ما را نموندن، گفتن که یک چند دقیقه اینجا بشینیم بعدا میرین و شما کمی طرف بشینیم، فکر میکنم جایتون خراب است. خب کاکای زلمه اینو برای ما پیشتر گفتن که این طرف پالیز از شماست و ازبکی راحت هستین یا فارسی؟ والا خیلی همین ازبکی خیلی بسیار خوب است. صحیح. ازبکی گپ لشن. خب ازبکی گپ لشن که بخشی سیب. خب اکی زلمه بیزای تو دیگه سیزن بنوس که وقت کلامیز اما وقت برابر بال مده یان کلدیک و قوغون هم فکر کنم قریب خلاص بود. تو مسافت بالقلت قوغون لا. مسافت بود. مسافت بال سیوان. انا مخصوص جاي لا يخطب لا موقع طبلا. خب تنها یه موقع طبلا صوت موقع طبلا. یا صوت موقع خلاص مال. شین تازیگم. شکر یا خیلی شکر هزار بار شکر سیب. خب که چلا کپگای ہوتا سی. یا که شما برای میهمان خانه سیب. که چلا بگای ہوتا سی. ما قصر گرفتم. قصر. خب شاید راحتی که آدم بگه قصر گبوم است. شنده باری یو.
آدم شاید بگه که راحت باشه پادشاه قصری من چند یا راستا راحت بمیده. بله برای یقن قرقه برای یقن راحت هم از برای یقن شاید پشه است سیز پشه ای یا بیز پاشا نچکه شگری دل فضا گم بولت لسا. خب گل سوق بولته اکای زلمه دادم سوی غن میدم نه چاری نه آرام یاد داده که فقط دیگه زیادش دیده یعنی نماز یادی هم کل میدم. خب نماز هر کم باید بقصه خب اکای گلبدین سیز گت قصه قلن والا دیگه من قسم دفتن یو خب یعنی حال راک به احسا قصه قلات دین زکای زلمه کل سیز دم توردن است خب biz شوگا bir necha vaqt andivolli qildik ko'p aldilagan xushmiz degan bormiz yo wol transga chala hammamiz bega qissa qilamiz quvg'in yeymiz yana 11 baja 12 baja kecha bo'ladi lekin ya qaysimiz boramiz ba'zimiz polizlayish yo ba'zimiz shuga yotun avvallagan degan holi bari fe'lan degana quvg'in kamayibdi kelimiz shuga bir qo'shxonadagi qissa qilib o'tirganmiz degan دوستای عزیز ما برای شما بگویم که صمیمیتی که در قریه است در هیچ جای دنیا نیست. صمیمیتی که خصوصا در قریه های بدخشان است در فکر نکنم شما در جای دیگری پیدا کنین. محبت، احترام، صمیمیت، الفت، مهربانی همش اینجا پیدا می شود. و اکای زلمه پیشتر برای ما کدام گپ میگفتن طرف اینا اشاره میکردن چی بود؟ سیز اتینگ قاشق نمیتونم شنده ولم که قاشق چی که قیسی بس aynı dincan etakıl bu dincan qoşaqla yaxşı etak. گرگه برسه خمن هلی هو قمیس لخال qoşaqay mesela. خب واقعا قانی گفتن دیوال دان گلبدین بسیاری شو. که yaxşı وقایسیز بله yaxşı وقایسیز. سیز اول برتا ازبکی ایتین بر ازبکی فلا کنین نه سیادم چه که بل دگز با سیادم چولی هم ماسی واجو هم اگه ایشنه تایید هم ماسیش تایید قوغون تایید خواهد ماسی بله پیسه خب پیسه ده خنج پیسه قوغون ساتنگز بیوی یه راسته تابولی صاف بیز ایشه ساتمیز هلته و بر بانک مخصوصیز باشه بانک تایلیم خاطر نل یا خاطرم برم میزیه خاطر رئیس یا بیز بیز ولی وازی نفلا با ما قلب اینجا باز زنکلان بیز برو زنکلان میزی روزه تده اون بر بشکاسی باشه بشکاس سال qo'yadi خا siz xotin keltasiz menki ojismo'lni aldi taslim xo'p siz o'zingizdan kattangiz bor men o'zimdan kattaman bo'lsa biz sherigimiz bo'lsa sherigimiz bilan hisob ber xo'p ola ne raqam akay zilmayni gapini yerga taylamangiz ola bir eta o'qingizlar bilindalar bir necha daqiqa lizzat elsinlar fe'lan deya shu omoda deya واقع دیگه خمد میشانی قال گرگا تلافشن سنه واقعی نشه چیز کمی دوسته وزن کلا دیگه کلا لگنه کتیر تا واقع اول ما بقول واقع میزم من برای که شمس رمون نمال کلام خب akay شمس رمون قرگدو نماینده اصل نماینده او نماینده مزو جا واقعی خیلی بگم ولی خوش واقعی چایش نمی‌رسن دست بر حکیم میشه خب به هر صورت بیننده عزیز ما زیاد سخت نمیگیریم خب که زلمه مورا میگه که سر پلکا میبرم تا داخل پلکا سبزه را ببینین خربزه را ببینین و ما هم قسم برای شما هم اونجا را نشان میدیم خب میریم ازبکی خب که این دین برگه تربوز تیکب سیز نی؟ bu tarbızlar gati keçki. Koğun qarib xalos bo'lgan o. Bu tarbızdan o ho'ka tükün. Ben şimdi bulayam şam ajoyga bor. nima deytingiz? Bu tarbızda ko'pi zamiston yemog'iga. Shu tarbızlar ko'rasiz bilan. yaldo kechaga qaraysiz. yaldo kechaga bu hammaga sizga ziyod emas? Yo, yana u yoqqa qimmat bo'ladi. Ayni qarib sotasiz. Seri 400, 300 bo'ladi. O'sha axshamki bir kun, ikki kun chilayaq qolgan el sotamiz. bomi ham qilgansiz bu injon ham har narsa bor. Bomi ham bor. kecha shuga o'zingiz pishirasiz? Shu g'ar kecha dek tovoqimiz bor. Bir kecha kandi volaga kam qoldi endi uyga olib kelamiz. Xo'p, uyga olib kelasiz, uyni aytasiz, uy ham yaqin. Tuvagan ham polis bor. Xo'p. Xayrun xayr bir nechta qo'g'in bizga ko'rsating, keyin borayniga akay zilmayni aldi. Buni kalaygo deylar. Kalaygo deylar. 3 raqam qo'g'in bo'ldi. Bu necha raqam? Shakarpora, G'ozixoni kalaygo. Xo'p, bularning qiymatlari farq qilmaydi, hamma sen bir qiymatga sotasiz. Kalaygo deylar. Bular ham kalaygo ki to hanuz pishgan yo'qlar. Pashmak deylar, bular to'lib pishgan yo'q. Xo'p, pashmak shular. Bularga kechkiroq pishadi, ko'p yaxshi qo'g'in. Xo'p. Bozorga qaysi birisi ziyod qoladi, xarob bo'lmaydi, masalan 15 kun, 10 kun baada yetkazadi qoladi. Shu G'ozixona qoladi.
غازیخان او اول آش اول که کوردم بعد ای پیشماغ 20 کون اون بشکنگا صاف خیالی کل میدی خراب ول بیرینی تنها özünüz qilgan sizga qaysi sharikingiz ham bor? bor Usama Ali sharikimiz Bir sharikingiz bor, ya'ni bedun sharik o'rga qilmaysiz. yo'q xaynash kim yo'q Bir polisingiz ikkita bor. o'rga bir poliz ham bor yana bir bachchani poyinda deylar un bilan sharik Va hammasini o'zingiz to'qqa Ha. qila olasiz. xayr shukr ikkita inek ham bor ular yorib beradi Mayda bor endi kayzilmayna aldiki u ham xafa bo'lmasin. خب بینندگان ko'rsating buni. Bینندگان. buni ko'rdingmi خب قدرت خداوند. ha ha qadrat xudovandi raqam bo'ldi خب خدا. خربزه بخو بعدن بریم ما را هم دعوتشون پذیرفتیم ببینیم که خربزه غازی خانی گفتن آوردن و این هم امو کلایگو که پیشتر گفته بودن هرچند مثل کلایگو بودن اما امو خربزه است انشالله فیروز نه فیروز اختم شی الله سلامت باشه جان جو کنم خب خب میده برین که زلمه aldی که او هم خفه بولمسن خب کاکای زلمه شما اینا را برای ما معرفی نکردین یا از خودشون بپرسیم خب شما برای بیننده خدا یک معرفی کنین نامتون نام شمس شمس رحمان خان اکی شمس رحمان در چه کار و بار مصروف هستین؟ کنتر پلاکی شما پلک دارین؟ شما همه جا سینم بینم ازدواج کردین یا نه؟ نه روز نکردیم در روز نکردیم مزه نکردیم در ازدواج کردین و مزه نکردین؟ حال اضافه سیوم است یعنی قصد سیوم هم دارین؟ چی وقت بخیر؟ بخیر همی تیراوان میشود همی تیراوان؟ به شکتان چند ساله باشید؟ یگا 62 ساله هستی 62 ساله؟ ماشاءالله مگم خوارهتون در 62 ساله نمیخوره؟ والا خیلی توکل بخدا هیچ منطقه سفید نشده خب اینا چیست اینا که اینا کم نه بچه اینا کم اونا برنگم میشه برنگم میشه اینا کم خب بشک قلبه میکنین یا نه؟ قلبه را والا همین امسال یه کردیم هر سال میکنین؟ هر سال قلبه میکردین زمین را؟ همین جور قلبه میکردین بالای کوه میرفتین یا نه؟ بالای کوه میرفتیم چی میکنه؟ درام هم میکنه امسال درام هم کردیم فقط یک کمتر حیاته بود همراه خرم برد حیاته چیست؟ باغچه به نظر من حیاته میگن باغچه خب خیلی بفرمایید خربزه بگیرین وایسه بگیریم بگیریم کارجو بگیریم وطنی یقین کلمه دنگست بر مثلا ما قصه نیستم من بگم که سوق یا این سری در سوق باشه تو من فقط با تنت ایران کلمان دیگه من کم افتو گنی برای فعلا زنگ که من تست کلاد موسو چند براش موسوچه کم گیت هستیز؟ من موسوچه دیدم موسو یک کچک تمیزه بولانی یشک دی میدار ما اندول شلق دی خیلی مخنی بول میدان اندول شلق خفالق یو یا مار نشه که دیلا biz آماده میزیگن bu bölgen bunu اول ما خود پاپ چاسیم بوز بالای تشکیل اول که گنیده یا ماشو که اما میگن آدین اول پاپو گوچا خویده پاپو گوچا خویده که نه اساسا نه ما بولدین که بیزم آماده بولدی دیار آدیا کلودنگس پاس کتنگس خوب وقت همیست ما بابام که نه بوم کیم دو گونه سه شمس رحمان خانی
شانس رحمان خان قالین فروش دیلا اصلا سنگ چولکم بود اصلا چرکن سنگ چولکم ولی اخی که قال دیگه يلا ما فلان بزار لا بالذكر يا تشجع برام فکر کردم بزنیم. خب بو منطقه ساری که قریه یاز قریه کنه قشلاق لایبه و سرجنگل و خدی ساری و اوترانچی هم دلانیم بگه مردم هم ازبکی گپرل هم تاجیکی یکل تلگه گپلشول الله گپلشولی سه بنده که من مرابنده سه نوجوانلا من سزده بزن فارسی زبان فارسی گپرسیده من بیز گفت یعنی مرابنده ازبکی گپرمیز وقت یکل از شیرین کن شیرین خیلی دو ورق نکه شمس رمون قلبه خاصی بر شیرین مولا نیک صداقت صداقم مشغول شد آفرین کردن که اصلی وطن دانلق قدنگه وطن تو که جانینگه کلمه شو چوکو بیلن قرقه یا bu بابی تیشی bu نایت شیرین داده یا bu قطق رو گوشه استقبال استقبال مراقی من جوان من ده تیشلر خود تو کلگن یو او زنخر سن بونو دای سنگ بود مسافر دیزن ابا جان یا که نقاط نکتو خاکت از خدا فیزنیس خیلی خب بینندالا من سلام کرات تلا بر خدافظ قلمز يمكن ویدیو تمام قلمز بیننده های عزیز ای بود گزارش امروزی ما که براتون تقدیم کردیم البته براتون گفته بودیم که بازار را براتون هم نشان میتیم بازار باشد با ویدیوی بعدی تا ویدیوی بعدی که ما با جمع از همکارانم در خدمتتون قرار میگیرم همه شما را به الله پاک و لایزال میسپارم وقت و لحظات خوب و خوش داشته باشین اگر اکای ظلمه عین الدین و هم اکای شمس رحمان کدام پیامی داشتن میتونن پیامشون را براتون بگوین خب بفرمایید اگر پیام دارین برای بیننده ما هیچ پیامی نداریم میخواد پیش شما یه خربزه وقتی خربزه نیومدین سه داخلی خربزه آمدین خربزه شیرین هم نبود فهمیدین دیگه خربزه هم کشتیم نخوردین خب ما خریدیم اکای شمس رحمان نمیخرن من میخوام خیر زنه رو بیستر دیگه شاو روز دمی سری پلاک غیر خود خراکش داره خب سلامت باشین شما هم پیامی دارین برای بیننده های ما پیامتون بگوین میگه ما گفتنی نداریم سیای پیشتون خوش چیز نیرقم اکای شمس رحمان نه باش دیگه پیام نداریم پیام شما همه که یک زن پیدا کنید خدا حافظتان دوست عزیز سلامت باشین